با سلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان همراهان عزیز. دوستان توجه داشته باشید، همیشه سرویس دوره خودروتون رو به موقع انجام بدید. به موقع انجام دادن سرویس دوره خودرو باعث میشه که شما هزینه گزافی مازاد بر اون سرویس دوره بهتون تحمیل نشه. این مشتری ما تصمیم تایمش رو 15,000 تا مازاد براش راه رفته و تصمیم تایم یه سری از دنده هاش ریخته که اینجا باشه. دنده ها میبینیم اینجا 3 تا از دنده ها کلن علاقه دنده هم کلن یعنی صفحه کیبورد خورد بالا پایین میشه. این شانسشون کنده حالا اینا کنده نشده. کلن تصمیم تایم مرخص. این باعث میشه که عمر تصمیم تایم از بین رفته و کم کم داشته پاره میشده و تایم رد میکرده که باعث سوپاپ کش کردن و خرج مازاد تو این اوضاع اقتصادی براتون میشه. حتما سرویس دوره خودروتون به موقع انجام بدین که مشکلی برای خودروتون پیش نیاد. انجام دادن سرویس دوره به موقع خیلی خوبه. با تشکر از همراهی شما. یا حق.